سلام دوستان، خیلی خوش اومدید این ویدیو. امشب اومدیم با یه داستان ترسناک که مربوط میشه به امیر، نیما، سارا. یه گروه 3 نفره جوان تصمیم میگیرن برای سرگرمی و ساخت ویدیو یوتیوب شبانه وارد یه خانه متروکه بشن. این خانه درست پشت یه قبرستان قدیمی قرار داره که سالهاست همه مردم شهر ازش میترسن که اطرافیان شهر میگن کسی که واردش بشه یا بر نمیگرده یا دیوونه میشه. دوربین روشن میشه، صدای نفس‌ها و خنده‌های مصنوعی بچه‌ها، دیوارهای ترک خورده، در چوبی پوسیده، پنجره‌های شکسته، صدای جغد و باد که درخت‌های قبرستون رو تکون میده. نیما میگه ببینید اینجاست، جایی که میگن اجنه شب‌ها جشن میگیره. بچه‌ها وارد میشن. تاریکه، فقط نور چراغ قوه است. صداهایی میاد، در بسته میشه. صدای پای روی سقف، زمزمه‌های نامفهوم. سارا فریاد میزنه شنیدین؟ یکی گفت اسلامو. دوربین به یک آینه شکسته میفته. توی آینه یک سایه پشت امیر رد میشه، ولی وقتی برمیگرده هیچ کس نیست. ناگهان یکی از درها محکم کوبیده میشه و روی دیوار با خون خشک نوشته شده برگردید قبل از اینکه دیر بشه. همه میترسن، اما در خروجی قفل شده. صدای خنده عمیق و شیطانی توی اتاق میپیچه. سایه یک جن بلندقد با چشمان سرخ و ناخن‌های کشیده ظاهر میشه. نور چراغ قوه شروع میکنه به خاموش روشن شدن. سارا قش میکنه، نیما جیغ میزنه و دوربین میفته روی زمین. سایه نزدیکتر میشه، زمزمه میکنه شما رو انتخاب کردم. امیر در حال دویدنه و میگه باید از اینجا بزنیم بیرون. یک دست سیاه و استخوانی از تاریکی بیرون میاد و دوربین رو میگیره. آخرین چیزی که دیده میشه صورت وحشتناک جن که مستقیم به دوربین نگاه میکنه. سیاهی مطلق، صدای نفس کشیدن سنگین و بعد سکوت. تصویر دوباره روشن میشه، ولی این بار از زاویه دیگه. انگار یکی دوربین رو برداشته. صدای نفس‌های امیر میاد. نیما، سارا، کجایین؟ دوربین به اطراف میچرخه. دیوارها عوض شدن، انگار خونه داره شکلش رو تغییر میده. پشت سر امیر سایه رد میشه، ولی وقتی برمیگرده چیزی نیست. امیر سرگردانه، هی اسم بقیه رو صدا میکنه. صدای سارا از طبقه بالا میاد. امیر کمکم کن. وقتی بالا میره اتاق پر از شمع‌های نمیسوخته است و وسط اتاق یک دفترچه قدیمی رو زمین افتاده. توی دفترچه جملات عجیب و ناقص نوشته: هر کس وارد شود بیرون نمی رود. اون دنبال وارث می گردد. صدای جیغ نیما از زیر زمین میاد. امیر میره سمت زیر زمین. در اونجا قفل شده، اما از داخل صدای کوبیدن میاد. سارا بالاخره پیداش میشه، اما رفتارش عجیبه، خیلی ساکته و فقط به امیر خیره میشه. سارا با صدای یخزده میگه نیما دیگه مال این دنیا نیست. چراغ قوه چشمک میزنه و برای یک لحظه صورت سارا تغییر میکنه. چشم‌های سیاه، پوست ترک خورده، بعد دوباره عادی میشه. امیر سعی میکنه فرار کنه، اما هر دری رو باز میکنه به همون اتاق برمیگرده. خونه توی لوپ زمانیه. زمزمه‌های بلندتر میشن. امیر انتخاب شدی، امیر وارث ما شو. امیر توی یکی از اتاق‌های دوربین نیما رو پیدا میکنه. وقتی پلی میکنه فیلم نشون میده نیما توسط دستهای سیاه از پشت کشیده میشه داخل تاریکی. آخرین چیزی که دیده میشه صورت جنه. سارا دوباره پیدا میشه، اما این بار خنده های دیوانه‌وار میکنه. امیر میفهمی که سارا دیگه خودش نیست، جن تصویرش کرده. موجود اصلی از پشت سر ظاهر میشه، بلندقد، چشم‌های سرخ، دست‌هایی مثل پنجه. جن میگه تو وارث من میشی، این خونه مال توه. دوربین میفته، تصویر تار میشه، فقط صدای فریاد امیر میاد. آخرین صحنه چشم‌های امیره که سیاه شدن، مستقیم به دوربین نگاه میکنه. بعد از لحظه ای که امیر چشم‌های سیاهش رو به دوربین نشون داد، تصویر سیاه شد. اما کابوس تازه شروع شده بود. خانه آرام نمیگرفت. دیوارها میلرزیدن، انگار نفس میکشیدن. هر دری که باز میشد اتاق خط میگشت که قبلا از آن عبور کرده بودند. تکرار بی پایان مثل دام. امیر به دنبال راهی برای فرار میدوید، اما هر بار خودش را در همان سالن قدیمی و پر از شمع‌های خاموش می‌یافت. صدایی در گوشش زمزمه می‌کرد: تو انتخاب شده ای، اینجا پایان توست. سارا دیگر خودش نبود. نگاه‌های خالیش، لبخند سردی که روی لب داشت
و کلمات نامفهومی که زیر لب می‌خواند همه نشان می‌دادند که چیزی وجودش را بلعیده. امیر بارها سعی می‌کرد تکانش بدهد، بیدارش کند، اما هر بار فقط خنده‌ای یخ‌زده شنید. در یکی از اتاق‌ها دفترچه‌ای کهنه پیدا کرد. کاغذهای زرد و پوسیده با جوهر سرخ پر شده بودند. نوشته‌ها هشدار می‌دادند کسی که 2 روز در این خانه دوام بیاورد وارث می‌شود و دیگر راه خروجی وجود ندارد. امیر در خودش فرو ریخت. یعنی تا به حال فقط یه بازی وحشتناک بوده، یک آزمون برای انتخاب وارث. صدای پای نیما دوباره در راهرو پیچید. امیر به سمتش دوید، اما آنچه دید تکه‌ای از جسم نیمه سوخته دوستش بود که مثل عروسکی شکسته وسط تاریکی می‌لرزید. نیما با صدای شکسته گفت: برگرد، دیر شده، اونها تو را انتخاب کردن. و بعد تکه‌های بدنش در هوا پودر شدند مثل خاکستر. خانه هر لحظه زنده تر می شد. دیوارها با خون خیس می شدند. کفپوش ترک می خورد و از شکافها دستهای سیاه بیرون می زدند. صدای خنده جنا از همه جا می آمد. امیر تلاش می کرد مقاومت کند. به خودش می گفت: نه، من مال شما نیستم. اما هرچه بیشتر فریاد می زد، رد سیاهی روی پوستش پررنگتر می شد. انگار نشانه ای از مالکیت. سارا که حالا دیگر با صدای خودش حرف نمیزد، جلو آمد و با چشمانی سرخ زمزمه کرد: امیر، نترس، فقط تسلیم شو. وقتی وارث بشی درد تموم میشه. خانه لرزید. در وسط سالن درگاهی سیاهی پدیدار شد، مثل چاهی بی ادعا که از آن باد سرد و بوی تعفن بیرون می آمد. هزاران زمزمه از درونش می گفتند: بیا، بیا. اما امیر دودل بود. از یک طرف نمیخواست تسلیم شود، از طرف دیگر هم هر لحظه بیشتر میفهمید که ماندن برای با نابودی است. چشمهایش پر از خون شد، نفسهایش سنگین‌تر میشد و بالاخره وقتی خانه در اوج جنون فرو رفته بود، آینه‌ای در برابرش ظاهر شد. او خودش را دید، اما نه همان امیر اینکاسی با پوست تلک خورده، چشمهای سیاه و لبخندی شیطانی. انعکاس لب زد: من وارثم، تو هم همینطور. امیر دیگر نمیتوانست مقاومت کند. صدایش تغییر کرد، شبیه به صدای آنها شد. خنده تاریک از گلویش بیرون زد و با صدای جنها یکی شد. خانه آرام گرفت. شمعها دوباره روشن شدند. درگاه بسته شد. سارا حالا کاملا در سایه‌ها فرو رفته بود. کنار امیر ایستاد و آن وارثان جدید خانه شد. از آن شب هر کسی که از کنار قبرستان رد میشد، صدای خنده و فریاد را از پنجره‌های تاریک آن خانه میشنید. هیچکس جرأت نکرد دوباره پا به آن بگذارد، اما افسانه باقی ماند. خانه‌ای که هر 2 روز یک وارث جدید میگیرد و قربانیانش هیچ وقت راهی برای رهایی پیدا نمی‌کنند.